هموطنان گرامی، یگانه اون راهی که ما و شما باید بریم اولش این است که باید واقعیت ها رو نترسیده گفت. من نمیگویم که کسانی که در داخل کشور هستند که شرایط رو ندارن مثل ماها با این صراحت بگوین، نه. حداقل شما باید به این قناعت برسید که ما این حکومت دارد ما را برای اشتباهی میبرد، غلط برده ایستاده است. این را ما باید درک کنیم. حداقل همه ما کسانی که دلشون به ملت میسوزد، به آینده دولت میسوزد، باید بیایم در این مسیر همراه باشیم. جدا نکنیم ملت رو به دینی و دنیوی، به نهضت و پیمان و گروه 24 و به حالا کسان دیگر، نه. و شرط هم نیست که هممون با هم در یک ساختار باشیم. این نکته خیلی مهم است همدیران عزیز. کسانی که دنبال حقیقت هستند، دنبال عدالت هستند، دنبال یک تاجیکستان آباد و آزاد هستند، شرط نیست که همشون بیان در یک سازمان جمع شوند و شرط نیست که همشون طرفدار اپوزیسیون باشند. حتی کسانی هم که طرفدار حکومت فعلی هستید و طرفدار رحمانوف هستید، شما به فایده اتون هست که در بعض جا بیاید حقیقت رو بگید. من چرا میگم شرط نیست که همه بیان عضو پیمان یا گروه اپوزیسیونی شوند؟ اگر برای شما پیمان معقول نیست و نمیخواید عضو پیمان باشید، بیاید شما یک قسمت دیگری کار رو انجام بدهید. برای مثال امروز یک ایده از جوانان که با پیمان نیستند اما حقیقت رو میگویند فعالیت کرده ایستادن، چی ضرر کردن؟ اونا هم در این کار ملی سهم خود را گذاشته ایستادن. برای مثال بچهای گروه 24 مگر اونها عضو پیمان هستند؟ نه، اونها در بعضی جاها با پیمان خود را رقیب بدونند، تنقید میکنند ما را، اما دارند وظیفه خود را در پیش ملت انجام میدهند. بعضا کارهای مهمتر میکنند که پیمان ملی تاجیکستان اون را انجام نمیدهد. هستند بعضی گروه ها، بعضی شخصیت های هستند که نه عضو پیمان، نه عضو نهضت، نه عضو گروه 24 هستند. اونها بیرون از این گروه ها دارند در شبکه ها، در یوتیوب، در اون امکانیتی که دارند فعالیت خود را انجام داده ایستادند. اینا ملت دوست هستند، اینا وطن دوست هستند. اینا نه آمدن گفتن که وظیفه اولی ما ضربه زدن به پیمان است، به گروه 24 است، به اینا است، بعد ما به حکومت میرسیم. نه، اینها گفتن که جامعه دچار مشکلی شده است، ملت در بحران قرار دارد. حالا اگر پیمان هم مشکلی دارد، گروه 24 هم مشکلی دارد، وظیفه ما این نیست که اینها را ضربه بزنیم. وظیفه ما این است که مشکلی های جامعه را بگوییم و در حل این مشکلی ها سهم بگیریم. بعضی ها میگویند که حتی این شعار هم پرچم کردن که نه، تا روزی که شما هستین دیگر ما هیچ کار کردن نمیتونیم، فایده ندارد، ما باید اول با شما مبارزه کنیم. من میگم دوستان عزیز، این موقع یک انسان، یک گروهی ضعیف است. اگر کسی مشکلی خود را در طرف دیگر میبیند، بداند که خودش ضعیف است. ما مشکلی خود را در طرف دیگر نمیبینیم، ما مشکلی را در خودمون میبینیم، در آن میبینیم و آشکار گفته هستیم که این مشکلی ها را نام میبریم که کی این جنایت را صادر کرده ایستاده است و راه حل پیشنهاد میکنیم. بنابر همین من دعوت میکنم از تمام هموطنان که در این شب و روزها اگر میخواهیم بدانیم که چی باید کرد، حداقل باید به این قناعت برسیم که وقتی آن رسیده است که این واقعیت رو درک کنیم که ملت روز به روز دارد رو به بحران رفته ایستاده است و ما در یک نقطه باید قرار بگیریم و بگیم بس، از این به بعد باید که دست به کارهای دیگر زد. من طرفدار آن نیستم و الان دعوت هم نمیکنم که مثلا فردا، پس فردا، فلان روزه باید به یک پیام مردمی دست بزنیم. نه، من میگم که از همین روز شروع کنیم در چارچوب آن امکانیت هایی که داریم از دستمان می آید فعالیت خود را آغاز کنیم، حرف خود را بگوییم و از همه مهمش این زولانه ترس را بشکنیم. شاید بعضی از دوستان بگن که شما در داخل بوده چرا نمیگفتید الان میگید؟ من میگم که برادر عزیز، دوست گرامی، در داخل هم بودم همین حرفا رو میگفتم. حالا شاید یک کمی سخت‌تر میگم اما ماهیتا همین حرفا رو میگفتیم. برای همین حرفا ما رو منع کردن، بیرون کردن، زندانی کردن، کشتن. اگر که نمیگفتیم هیچ ضرر نمیکردیم. بردارید یوتیوب رو ببینید، صحبت‌های سال 2013 رو ببینید، 14 رو ببینید، 15 رو ببینید. میگفتیم، اما ما هم نمیگیم شما مثل ما بگویید بعد شما بیا حقیقت رو گفته باشید. 50%، 20%، 1% گفته های ما رو بگید، حتی چی قدری که میتوانید بگید. اون نفرانی که امروز در داخل کشور هستند با ما معلومات میفرستند، واقعا زحمت قهرمانانه میکشند.
معلومات میفرستن، تماس میگیرن. هر کس سهم خود را در این مبارزه ملی گذاشته ایستاده است. مهم که کار شروع شود، مهم که ترس را رها کنیم، مهم که در فکر آینده ملت باشیم. تا کی منتظر شویم که باز کشتارهای نوبتی شود، ترورهای نوبتی شود، این فرضیه ها و این صحنه‌سازی های نوبتی شود، بعد جستجو کنیم که چرا چنین شد، کی جوابگر است؟ دیگر چرا چنین شد معلوم است، ریشه اش سیاست های جنایتکارانه هست، من گفتم پیشتر، و کی باید جواب بگوید معلوم است. اونهایی که ملت رو به این حد رساندن، این جنایت ها رو صادر کردن، و اونهایی که متاسفانه دست به این جنایت میزنن. خب دوستان عزیز، چون موضوع خیلی وسیع است نمیخواهم که در این باره از این بیشتر طولانی تر بگم، اما بیاد قسمت دیگری موضوع رو ببینیم، مسئله رو ببینیم که در همین شب و روز که ملت فرزندانش رو از دست داد، در مجموع حالا با بعض رقم ها 35 36 شاید از این بیشتر باشد افراد این ملت کشته شد، چی از طرف مقامات دولتی، چی از طرف کسانی که هجوم کردند. اما ببینید که حکومت در کجای کار بود، چیکار کرد، بخصوص رهبریت دولت. حادثه روز ششم رخ داد شبانه، دقیقاً در اون وقتی که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف در شویتزاری قرار داشت. طبیعی است که طبق کار حتما معلومات میرسد، گزارش دادن که چنین حادثه شد، اما بیاید تحلیل کنیم که رفتار رهبری دولت چگونه بود. و معمولا رهبران دولت، آدمانی که واقعا رهبری دولت هستند، به اصطلاح پیشوای ملت ها هستند، چگونه رفتار میکنند. ایشان در شویتزاری قرار داشت روز ششم و روز هفتم پرواز کرد به فرانسه برای ملاقات بعدی. من قبول دارم، بله ملاقات فرانسه هم پاریس هم روز هشتم مهم بود، چون بالاخره بعد از 3 سال رحمان بالاخره موفق شد که به اروپا بیاید. براش چرا مهم بود؟ نه اون که این ملاقات خیلی مهم بود، در اونجا مثل ملاقات مثلا پرزیدنت ازبکستان میرزیایوف میلیاردها دلار شرطنامه ها بسته شد. نه، اصلا هیچ شرطنامه اقتصادی بسته نشد، تنها چند تفاهم نامه برای اکولوژی، علم، فرهنگ، صنعت و غیره ها کذا. اما برای رحمان اهمیت داشت، برای آنکه بعد از 3 سال تحریم یا بایکوت اروپایی بالاخره موفق شد که به اروپا بیاد و حالا ملت در اونجا در خون است، زد و خورد هست، اما باید این ملاقات را انجام بدهد. من این قسمتش را قبول دارم، اگرچه فکر میکنم که یک رهبری دولت دیگر می بود از مکرون از دیگران عذرخواهی میکرد، میگفت که نه من سفر بعدی میام، الان ملت هم در این دشواری است، باید برگردم. اما رحمان رفت به فرانسه. حالا ببینید دوستان عزیز، خیلی در این مثلا فرضیه های گوناگون است. حالا بعضی ها میگن که رحمان تلاش کرد که بعد از اون که اپوزیسیا گفت که رحمان موفق شده است با اون که رحمان با اروپا نیاید و بالاخره بیا اثبات کرد که نه چنین نیست و با اروپا آمد. بسیار از این فرضیه ها، گمان ها، تحلیل ها باز هم در زمینه اون کمبود معلومات ها شکل میگیرن. بله ما این حرف رو گفتیم و هنوزم به این حرف هستیم که طول 3 سال رحمانوف هیچ نتوانست یک سفری هم به اروپا انجام بده، اصلا چیز قبول نکرد. اما در صحبتی که من در 9 سپتامبر یا 15 سپتامبر در ورشو کردم و این نکته را گفتم که اپوزیسیای تاجیک توانست راه رحمان به اروپا را ببندد، این یک واقعیت بود. و اونجا هم گفتم که اخیراً معلومات ها هست که رحمانوف به فرانسه سفر خواهد کرد، چون معلومات ها برای همه بود. خود ماه اپریل هم رسانه های خبری، رسانه های رسمی در این باره گفتن. خب این برای همه معلوم بود، اما کم کس میداند که این سفر چگونه آماده شد. من به همه مردم بخصوص به طرفداران رحمان که حالا این را یک پیروزی دیپلماتی حکومت میدانند، این نکته را هم بگویم که اگر شما واقعا باور دارید که این پیروزی دیپلماتی است، باید یگانه کسی که از او باید مینتدار باشد از پیشوای اسماعیلیون جهان جناب آقاخان هست که این ملاقات ها را، این سفر را هماهنگ کرد و رحمان بالاخره پایش به اروپا رسید. بدون هماهنگی و تلاش و زحمت های جناب آقاخان امکان نداشت که رحمان موفق به این کار شد. اگرچه تمام دیپلمات های تاجیک شب و روز کار میکردن با سپارش که این سفرها رو هماهنگ کنند، اما چرا این اتفاق افتاد؟ برای اینکه شما میدونید طول چند سال اخیر، حداقل 6-7 سال اخیر،
حکومت تاجیکستان برای فعالیت بنیادی آقاخان، پروژه‌های آقاخان در تاجیکستان خیلی مشکلات رو به وجود آورد. شما همتون آگاه هستید از مشکلاتی که در نسبت دانشگاه آسیای مرکزی در خاروق رخ داد، تا حتی دانشگاه ساخته شد، فعالیت میکرد، اما مراسمی کشاده شوی آن را به تأخیر میانداختند، چون رحمان نمیخواست که این دانشگاه با آن ثبت شود که بنیادی آقاخانی را ساخته است. چون عادت کردند که در تاجیکستان حتی یک مغازه کوچک مثلا کتاب فروشی هم اگر یا مواد خوراک هم باز شود، باید با لنتبوری و با نام پرزیدنت تاجیکستان و توسط سیاست های خردمندانه یک نفر باید اون ساخته شود. اگر کسی بداند که این از توسط فوند آقاخان ساخته شده است یا پروژه های دیگر، این قابل قبول نیست. و این چنین دیگر پروژه ها هم در پروژه هایی که برای ملت تاجیک لازم است. شما توجه کنید، تمام رهبران کشورها تلاش میکنند که مردمش با برق تامین شود، با راه تامین شود، با فرودگاه، با دانشگاه، اما تنها حکومت تاجیکستان است که تلاش میکند ساخته شوند، اما میگه که این همش ثبت شود به نام یک نفر. مشکل ندارد اگر ملت تاجیک بی برق ماند چند سال دیگر، مهم که این پروژه گسی سبزار در بدخشان توسط رحمان و با نام رحمان ساخته شود. اگر این گس ساخته می شود با نام توسط فوند آقاخان، پروژه های آقاخان، یا اینکه پامیر انرژی که یک قسمت سهمیه هاش به فوند آقاخان تعلق دارد و اعلان شود که این پول با مبلغ آلمان ساخته می شود، خب پس میگن رحمان در کجای کار است؟ پس نه، این باید با نام رحمان ثبت شود. این است که رحمان مانع حتی ساختن گسی سبزار در تاجیکستان میشد، مانع استاتوس بین المللی گرفتن فرودگاه راغون، که فرودگاه راغون اگر بین المللی شود و پروازها از دوشنبه بیاد، از کابل بیاد، نمیدونم از جایهای دیگر بیاید، از خیتای بیاد، چی بدی دارد برای یک منطقه تاجیکستان؟ و آقاخان وقتی میخواد این را آباد کند، این گوشه تاجیکستان است. آقاخان بغیر از بدخشان در تمام تاجیکستان فعالیت دارد، در جهان دارد. اما طول چند سال این همه دچار مشکلی شد، چرا رحمان نمیخواست این گونه باشه. حالا بعد از آمدن جناب قایمدادوف که این با قصه های خودش را دارد، چگونه جناب قایمدادوف به این منصب برگزیده شد و چرا، من نمیخوام در اینجا صحبت کنم، اما این بنده خدا را تعیین کردند و اون هم با اون نفوذی که دارد در حکومت بالاخره معاون سروزیر کار کرد، سفیر بود و بعضی مشکلات و بعضی حالا به اصطلاح متهمی در نزد مقامات دارد با اون حادثه هایی که وقتی سفیریش بعضی از اعضای خانواده‌اش با قاچاق مواد مخدر به دست افتادن اینها. خب بالاخره باید یک چنین نفر نه تنها در نهادهای دینی باشد، دینی سنی، باید که در این گونه بنیادها هم باشد. حالا اون قصه دیگر است. اما با آمدن ایشان تلاش کرد برای آنکه پروژه های بنیادی آقاخان راه اندازی شود، از جناب آقاخان خواهش کرد که آماده کند سفر رحمان را، میانجیگری کند تا اینکه سفر به وجود بیاد. شما میدونید که اون آبرو و نفوذی که خود آقاخان در سطح جهانی دارند و واقعا هم این را با توسط زحمت ها و تلاش ها و شخصیتشان کسب کردن در بین پرزیدنت های جهان، از این استفاده شد و فکر میکنم کاری خوبی را انجام داد. این به نفع ملت تاجیک است که واقعا این دیگر زمینه این سفر آماده شد و شرکت در فوروم صلح پاریژ که یکی از حالا مؤسسان و سازمان دهندگانش خود بنیادی آقاخان می باشد. خب به هر صورت نمیخوام قصه را دراز کنم، فقط این به خاطر آنکه مردم بدانند که این سفر چگونه آماده شد، نه به معنی آنکه در اروپا همه انتظار و مشتاق دیدن دیکتاتورها هستند، نه چنین نیست. اما آبروی آقاخان در میان بود و این کار صورت گرفت. اما مسئله ما این نیست، مسئله ما این هست که رحمان وقتی که در شویساریا بود و این حادثه انجام شد، من این قسمت را قبول دارم که روز 8 چون ملاقات بود، خب تا روز 8 در پاریژ ماند. من حالا وارد این که چی شد و چگونه بود و چگونه اپوزیسیون پیشواز گرفت و چی کارها شد دیگر خودتون در رسانه ها و شبکه ها دیدید، وارد این بحث نمیشم. اما بعد از ملاقات با جناب مکرون که همگی یک حالا صبحانه کاری بود، چند دقیقه دوام کرد، چیزی خاصی هم در اونجا نبود، تمام شد دیگر. ملت در خون است، ملت گرفتار مصیبت است، ملت جواب میخواد که چی شد، هیچ کس معلومات ندارد. این به اصطلاح پیشوای ملت، رهبری تاجیکان دنیا، نجات دهنده
سیاره بین هشتم تا 12 غیب زده است، نیست، وجود ندارد. هیچ کس نمیداند به چی مشغول است، در کجا هست. آیا امکان اگر بسیار هم شرکت در فروم پاریژ مهم بود روز 12 امکان ندارد بالاخره هواپیما داره که از پول ملت دزدیدی هواپیما رو مال شخصی کردی، پرواز کن، همگی 5 ساعت وقت است، پرواز کن به دوشنبه، در پهلوی ملت باش، یک سر بزن به خانواده اون شهیدان مرزبان و کارمندان مقامات، دلبرداری کن، حادثه ها را روشن کن، روز 11 روز 12 برگرد به فروم اگر بسیار مهم است. چرا این کار را نمیکند و چه مشکلی دارد؟ مگر مثل ما به هواپیما است؟ من که یک وکیل قطاری بودم در مجلس نمایندگان، روزهای چهارشنبه وقتی که جلسه پارلمان میشد در یک کنفرانس خارجی می بودم، فقط به خاطر انجام مسئولیت که نگویند کبیری در جلسه پارلمان شرکت نکرد، صبح با پرواز ترکیش می آمدم، ساعت 5 صبح پرواز دارد، بعد دوشنبه می رفتم جلسه پارلمان، جلسه رو میگذراندم، بعد نصف روزی برمیگشتم با یگان پروازی نمیدونم دبی، مسکو، با هر جایی که باشد، الماتا، باز خودم رو به خارج میرسوندم برای که در کنفرانس شرکت کنم. من که نه پرزیدنت بودم نه وزیر بودم، یک وکیل قطاری برای انجام مسئولیتم، برای آنکه مسئولیت خودم رو در پیش وکیلیم ملتم انجام دیم. خودت که هواپیما داری، 4 روزم وقت داشتی، یگان ملاقات بین هشتم و بین 12 در اروپا نبود، چرا به نزد ملت نرفتی؟ چرا با این مردم نبودی؟ اگر ما میگیم که در اینجا هر دو طرف، هم شما و اون کسانی که انجام دادن منفی دار هستید، دلیلمون این است. اگر شما واقعا فکر میکردید که ضربه خورده این کارو جنایتکاران کردن، این طرح حکومت نیست، به نفع حکومت نیست، بلا فاصله پرواز میکردی، حتی هم روزی ششم و هفتم باید میرفتی. اما خب قبول کردیم که بعد این همه آرزو و انتظاری پاید به فرانسه رسید، با مکرون هم یک صبحانه خوردی، خب برمیگشتی، بعد می آمدی به این فروم صلح پاریژ. اما چی فروم صلح پاریژ؟ در اینجا سخنرانی که نداشتی، اصلا سخنرانی نکردی. من کاملا در آنلاین دیدم، حالا در یوتیوب است، بزنید به سایت پاریس پیس فوروم، دقیقا تمام این صحبت ها و سخنرانی در اونجا هست. من خواهش میکنم از کسانی که حوصله دارن زبان انگلیسی رو خوب میدونن، صحبت مقدموی همون خانومی که 10 دقیقه یک خانم جوان این فوروم رو افتتاح کرد، 10 دقیقه صحبت کرد. این صحبت رو ترجمه کنید، ملت تاجیک باید بداند چی گفت. در حضور رحمان این خانم گفت که در این تالار پرزیدنت های حضور دارند که ژورنالیستان را برای حرفی آزاد را گفتن داخل زندان کردند. در این تالار کسان حضور دارند، پرزیدنت های گفت، رهبران حضور دارند که وکیلان دفاع را داخل زندان کردند. به این مشکل توجه کنید، گفت، اگر میخواهید که صلح باشد. این را در حضور رحمان گفت و مخاطبش هم رحمان بود. اگر رحمان در اونجا شخص کلیدی می بود با او سخن میدادن. همه کسانی که در اونجا شرکت داشتن صحبت کردند. بگیرید برنامه روز 12 و 13 فوروم را، رحمان همگی چند دقیقه در اونجا نشست، صحبت کرد، چند سلفی با این و آن گرفت، بعد این را نامگذاری کردن که ملاقات با فلان و فلان. یگان ملاقات نبود. خب این صحبت های سری راهی که سلام علیک، حال پرسی با همه کرده میشود. یک جوان تاجیک هم با چند پرزیدنت در حاشیه این کنفرانس سلفی میگیرد، خب نامش رو نمیگذارد، ملاقات مثلا فلانی با پرزیدنت این و آن. ولی ببینید تا چی سطح پایان رفتن، فقط به خاطر آن که نمایشگاری کنن میگن خب در فلان فروم شرکت کرد و با فلان ملاقات داشت. شرکت کرد، چرا سخنرانی نبود؟ اتفاقا بعد از نیستی روزی جناب رحمان به جای آنکه برگردد به تاجیکستان، رفت و در گزارشی یا کنگره سالانه یونسکو شرکت کرد. در اون تالار فقط سفیرها بودند. یگانه کشوری که پرزیدنت و وزیران شرکت داشت بازم تاجیکستان بود. دیگر باقی همه سازمان های غیر دولتی بودند در مسئله اکولوژی صحبت میکردند و سفیران یونسکو، سفیران کشورها در نزد یونسکو. خب ببینید، برای نمایشکاری، برای آنکه مردم تاجیک را بگویند که یک شخصیت مهم در اینجا ملاقات کرد، در اونجا مصیبت ملت فراموش، یگان صحبت، یگان سخن، یگان تعزیه و تسلیت نیست، در سلفی گرفتن و برمیگردن به تاجیکستان.
یعنی توجه یک رهبر، یک پرزیدنت به اصطلاح پیشوای ملت، نسبت مصیبت ملت این هست. پس وقتی ما میگیم که نه، اینها این مصیبت ملت رو مصیبت خودشون حساب نمیکنن، اصلا تکان نمیخورن، بلکه منفیت دار هستند که این گونه حادثه صورت بگیرد، این گونه حادثه باشد، بعد میگن که شما تهمت میکنید، دروغ میگید. چرا منفیت دار هستند؟ چون اگر به اروپا که آمد، بالاخره مثل همون دختری که در افتتاح فوروم صلح گفت، به واسطه گفت که شما پرزیدنتانی در اینجا در پهلوی شما نشستند که ژورنالیستاشون در زندان است، وکیلاشون، اپوزیسیونشون در زندان است. برای اینکه به این گونه سوالهای دشوار جواب نگویند، اینا منفیت دار هستند که همیشه از تروریسم در اروپا صحبت شد. بگن که نه، شما از ما درباره حقوق بشر، آزادی مطبوعات، آزادی سخن، درباره کروپسیا، حکومت خانوادگی صحبت نکنید. شما با من درباره مبارزه با تروریسم صحبت کنید، به من پول بدهید. اینا منفیت دار هستند. بنابراین ملتی عزیز، برادران و خواهران گرامی، خلاصه این صحبت ها این هست: یکم، ما باید به این گونه فرضیه ها، به این گونه ورسی هایی که گفته می شود، نه به همش باور کنیم، چی از حکومت است، چی از طرف های دیگر است. ما باید با واقعیت ها باور کنیم. واقعیت چی هست؟ کی منفیت دار است؟ کی جوابگو است؟ باید به این سمت باید که توجه ملت رو روانه کنیم. دوم، وقتی آن رسیده است که متحد باشیم، با هم باشیم و همه ملت، چه بخش دینی و چه بخش دنیوی، اگر نمیتوانیم از لحاظ ساختاری در یک سقف جا بگیریم، حداقل بیایم در این مرحله سنگ اندازی و دروغ پراکنی و اتهام ها علیه یکدیگر را قطع کنیم. نگوییم که اونها که در خارج هستند جسورند، قهرمان، اونهایی که در داخل هستند اونها ترسو هستند، یا کسانی که در داخل هستند نگویند که اونهایی که در خارج هستند ترسیدن، فرار کردن از وطن. نه، همه ما در یک سفینه هستیم، در یک کشتی هستیم. این کشتی دارد سوراخ شده ایستاده است و برای آنکه نجات بیاییم باید که اول این کشتی رو نجات بدیم که این کشتی ما تاجیکستان است، ملت هست. بعداً انشاءالله می رویم سراغ بعضی از مشکلات جزئی که بین یکدیگر داریم.